برو. سلام فاطمه، میخوام آموزش قورباغه درست کردن رو بهت یاد بدم. اول یه دونه اینجوری میکنی، بعدش یه دونه اینجوری میکنی، اینجا رو اینجوری میکنی، این طرف هم یه دونه اینجوری میکنی. حالا مواظب باش اینجا رو میبینی اینجوری میکنی، این دوتا رو میاریم پایین، اینم میاریم اینجا. پشتش هم همین کارو انجام میدیم. بعدش این کارو میکنیم. این طرف هم همین کارو میکنیم. اینو پاهاشن که داریم درست میکنیم. حسین ببین اگر اینجاش بچسبه به هم بهترم میشه. اون تا این خطه اینو میاریم. حالا اینجا رو ببین، اینجا قورباغه درست شد. اینجوری اومد بالا، اینجوری میکنیم. اینجا رو اینجوری میکنیم. این طرف هم اینجوری میکنیم. این طرف هم اینجوری میکنیم. حالا چجوری بپره؟ این پشه رو میبینی اینجوری شد. اینجا رو میاریم اینجا، اینم میاریم اینجا. یعنی حالت میخوایم از اون درست کنیم. ببین چجوری میپره.